ولی ما باز ویدیو میسازیم چون مهم اینه که تو حال خوب بدی به آدما. حالا میری یه جور دیگه پول در میاری. آره پول یه جور دیگه در میاری. مهمه مگه؟ 1100 تا روش میشه پیدا کرد. بعد ماشاءالله همه بچهای یوتیوبر باهوش، همشون ماشاءالله همه کار میتونیم بکنیم. اصلا نگران ما نباش، دل قربونتون بشم. تا همینجای کارم ما مدیون شما، نه شما مدیون ما. آره. برو سرتون بگردم. بچه سلام، چطوری؟ امیدوارم حال همتون خوب باشه. دیدم خیلیاتون تو ناشناس و دایرکت پرسیدید که آقا وضعیت یوتیوب چجوری میشه، چه اتفاقی میفته، همه چی اوکی یا نه. با سام تصمیم گرفتیم که امشب یه لایو ریز بریم تو کانال سام. بعد لایو میذاریم بهتون کامل توضیح میدیم که چه اتفاقی افتاده و از بعد چجوری میشه. ولی در کل جای نگرانی نیست. به صورت کلی بخوام تو وایس بهتون توضیح بدم، یا آپدیت داده یوتیوب جدیدن که ویورای ایرانی خیلی بیشتر داره شناسایی میکنه و درآمد همه یوتیوبرهای فارسی زبان از کوچکترین تا بزرگترینشون میشه و درآمد بچه‌ها از 1/3 تا 1/4 تبدیل شد. مثلا اگه واسه یه نفر تا دیروز 10 میلیون پول در میاره، الان مثلا 3 میلیون پول در میاره. دیدم خیلیاتون نگران بودید که آقا میخواید یوتیوب ول کنید فلان. اینا خواستم بگم نه، خیلی هم اصلا اونجوری که فکر میکنید نیست. اتفاق بدیه.